میگن توی شرایط عادی یه کاغذ رو فقط 7 بار میشه تا کرد. تیم میسباسترز میخواستن این رازو آزمایش کنن. اونا اولین کاغذ رو برداشتن و شروع به تا زدن کردن. وقتی کاغذ برای بار 7م تا شد، به اندازه یه گوشی همراه تبدیل شد و اونقدر ضخیم بود که تا زدنش برای بار 8م غیر ممکن بود. این بار یه کاغذ خیلی بزرگ که بخش زیادی از اتاق رو پوشونده بود روی زمین پهن کردن. اما وقتی به تا 3 رسیدن متوجه شدن کاغذ به سرعت کوچیک میشه. بار 7م به سختی تونستن اون رو تا بزنن و برای بار 8م مجبور شدن با چکش کاغذ رو تا کنن. توی همین لحظه یه ایده عجیب به ذهنشون رسید. اگه کاغذی به اندازه یه زمین فوتبال داشتن شاید میتونستن موفق بشن، اما هیچ کس کاغذی با این ابعاد تولید نمیکرد. پس مجبور شدن خودشون دست به کار بشن و بالاخره بعد از 2 روز تلاش تونستن بزرگترین کاغذ دنیا رو آماده کنن. حالا وقت آزمایش نهایی بود. هر کسی یه گوشه از کاغذ رو گرفت و با دقت به سمت دیگه میکشیدن. حتی این کاغذ 100 متری هم وقتی برای بار 7م تا شد به سرعت کوچیک شد و تا زدنش خیلی سخت بود. اما به خاطر اندازش برای اولین بار تونستن یه کاغذ رو 8 بار تا بزنن.